از یک طرف خطای این طرف از زده گرفته است زمین. من میترسم که بعد از 20 سال 30 سال هم تو میخیزی که تاجیکستان ولایت خطای شد، سینگ پینگ پیونگ شد. تمام تاجیکستان گفته گپ نیست، سینگ پینگ پیونگ شد، ولایت سینگ پینگ پیونگ. یکی بچه های توجیک، برادرای توجیک، برادرای مسلمان توجیک، برادرای مسلمان توجیک، برادر خودتون احتیاط کنید، بیهوده گپای پس بلند نزنید، هر خیل کارهای نامعقول نکنید که حیات جوانیتون رو سوزونه. احتیاط کنید، ممنی نکنید. همین توجیک ما همین من نمیدونم بسیاریش یک جوانها رو میبینم ممنی میکنند یا که نمیدونم ممنی نیست نمیفهمم. هوره هوره نکنید برادرو، هوره هوره ممنی نکنید. خودتون احتیاط کنید، علم آموزید، صبر کنید، صبر علم آموزید. بارک الله فیکم. بله 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 مقصدی ما همینه. بعد از نماز باید درس ادامه. چقدر جوانهای طالبین خونش ارزان شده است. توجیک‌ها را چقدر خونش ارزان شده است. چقدر جوانای توجیک خونش بی‌قدر شده است. چقدر جوان توجیک بی صاحب شده است. چقدر جوان توجیک بی ابرو شده است. من همین یوتیوب میکشم درد سر میشه. مالی مردای توجیک این روس لعنت الله علیهم، این فاشیسم، این خوبسو، مردای توجیک پشت به پشت همین خیلی کیفتی ادگرش قپونده میبرم. 3-4 روز پیش کسال بودم یوتیوب کم کم نظر کرده شده بودم که میبینم زنهای مورا دخترای حجاب داره پشت مردها به کیفتی ادگرش قبضه رو کرده. یک ویدیو دیگر رو میبینم زنی توجیک لطو کوب کرده درونی یک درونی چی به میاندازه موشنی میلیسه به همین کفار به. نه زنامو نه مردمو قدرمو نیست. ما مردمی تفریق انداز، مردمی بی آب در خونه خیره و همدیگر کش و خودکش، ما مردمی فضل قدری ادگرای نمیدونستگی، ما مردمی بی احترام یکدیگر، ما مردمی قومگرا، نیمش کلابی هم میگد، نیمش خوجندی هم میگد، نیمش قرغانی هم میگد، نیمش جگدگی هم میگد، جگری هم میگد، گردگی هم میگد. ما نمین پراکنده تنها به تنها مرده میده شده ایستادیم. اوی یک سال به چند صدها توجیک بهوده میکشن. بچه های توجیک قپیده از روسیه لطوکوب کرده صفی اول به برده توجیکو را در اوکراین کشته ایستاده. توجیک از دفاع روس میکرده، توجیک لشکری روس میشده است. این توجیک صاحب دارد یا نه؟ توجیک چی بر روست باید دفاع کنه؟ پدر گذشته های من شما در جنگ بزرگ وطنی اینها چی میگه؟ همین پیش صف اول بیسته دیگه چی میگه؟ دشیدنیک میگه و میافت میگه و چی میگه؟ همین صف اول به فقط همین ژوکوف خبیث، صف اول به فقط این بابای توی ازبک توجیک و قزاق و قرغیز و ترکمن و همین کوکز موندگه، چین گوش و تتر و اینا موندگه. میلیون فقط مسلمان مردگه. اینا میگه که ما غلبه کردیم، روس غلبه کرده، مسلمان ها را همیشه توزه کرده. اگر همین مسلمان ها نمی بود روس موردم گیتلر به غلبه نمی کرد، آسیای مرکزی نمی بود، کوکز نمی بود، تتر نمی بود، موردم روس غلبه نمی کرد. روسی الکگال فاشیسم خبیث، این ملت پس، این خوبسو. انمی جنگی که حضور اوکراین با کرده است، اگر همین توجیک نبرد، ازبک نبرد، اینا با کوکز نبرد، هیچ کار کرده نمیتونه. بچه‌های توجیک به خاطر دکمه شده میره خودش میکشه. من میگم از میرم بعد از 6 پاسپورت میگیرم. آخر تو 6 به گشته ناومده است که آخر ما دیدیم صدها جوان توجیک مرده است. بهترین جوان‌های توجیک 18 ساله 19 20 تا 30 ساله مرده است. یک کس دهانش نمیکشاید که با مسلمانای بیچاره تروریست میکشه. با نوم ما طالب علمای آزاد فقط بهبودی مردم مسلمان توجیک و گامزدگی ما بدخواه بودیم. مرا در توجیک زنده و زنده خودش به پای خودش رفته است. توجیک دکمنت ادمیس که برده ترمه کرده، برده محکم کرده است. از یک طرف خطای این طرف از زده گرفته است زمین. از یک طرف ما توجیکو به درجه پراکنده نه علمدار به علم نه به علم علمدار ضرورت میکنه. من همین خلیدم که توجیک هیچ کس در جای خودش نیست.
هیچ کس آدمی در کاریه که باید زده شود نمیزند. هیچ کس آدمی در کاریه که باید زده شود نمیزند. ما این پراکندگی که تیم ملت عاقبت ما چی میشه؟ من حیران میشم. من میترسم که بعد از 20 سال 30 سال هم تو میخیزی که تاجیکستان ولایت خطای شد، سینگ پینگ یونگ شد. تمام تاجیکستان گفته گپ نیست، سینگ پینگ یونگ شد، ولایت سینگ پینگ یونگ. خطای میبرد مردای خبیث شه میبرد زیر میکند درون تاجیکستان. با دخترای تاجیک همشه نیکو کرده میگیرد. بعد از 20 سال بینی که چشم همه قرقزا برین شدگی، نصف تاجیک نیست، مسلمان نیست. سینگ پینگ یونگ، خون یونگ مونگ، همین همه خیلی گشت. او من این با صحبت من شما شوخی نفهمید. همین اویغورهایی که حاضر مردش موندگی نیست، زناش خطایی ها تجاوز میکند، این شوخی نه. یک وقتی اینها دولتی مستقل بود، اینها به سبب قرضدار شدن شد. اویغورها به ترکمنستان شرقی میگن خطای قرض دادن نتوست تق گیرست. یگان روی دنیا کسی چکار نکرد. توجیک هم قرض بگیر میدگه سینگین پونگ مشد دبیرید. ما گفتن ما با هم باز زیاد میکرد. این ملت هم بدینش هم ندیدم که اتفاق دارد، بدینش هم اتفاق ندارد. توبه کردم سبحان الله. این ملت اینقدر ملت پراکنده بوده که بدینش هم پراکنده، بدینش هم پراکنده. همین حزبای به چقدر پراکنده، چقدر یادگیریش کرد. شب روز خوراک اماملی معیشت کرده یونباش کرده. اروپا به اینو یادگیریش میکشه. اینو مراد هم رفته، اینو مراد هم گریشته نمیتونه. تاجیکستان اینو مراد هم وحدت ملت کرده نمیتونه. بعد مورا تماشا کن، طالب علم را بعد تماشا کن، طالب علم را تماشا کن. بعض طالب علم آرام میگردد، یک میگزد هم تو نگران من با پای موی گزده سوم وقت کرده میگزد. با فکر کردم یکون اهلی بیدت گزدم نیبوره گزده سوم بیچاره مورا با اینیش دارم اینیش میگزد، اینیش دارم اینیش میگزد. توبه کرده وای. ملتگرای توجیک ملت فروش است. ملتگرای توجیک الله المستعان. خیر چیکار کنیم؟ این علمی بود. این یک پرچه کردن این توجیه رسوخ مشکل است. والله اعلم این یک پرچه کردن دیگر راه است. شاید فرزندای ما اگر ما نتونسته باشیم ما حرکت میکنیم که یک پرچه کنیم، ما حرکت میکنیم که مسلمانای توجیه یک پرچه کنیم، سربلند کنیم تا روزی که جون ما هست. اگر ان شاء الله تویستیم خیر است، نه تویستیم فرزندهای ما تربیت میکنیم که فرزندهای ما ملت‌های یک پرچه کنند. لیکن افسوس که فرزندهای همه من شما رسیه گشتگیش روسی گپ میزنه، زبان مادری همین وایمه به فرزندای ما زبان مادری را نمیکنه. این هم یک علم است. فرزند ما وقتی که زبان مادری را نفهمید چه دعوت میکنه. فرزند توجیک کم بینی، فرزند توجیک زبان مادری را نمیفهمه. یا ما خطا کردیم برو. این ملتگرایی نه. یک سرزمین همون وقت نابود میشد، یک سرزمین همون وقت از دست ما میرد که فرزندای ما زبان مادریش نفهم، فرزندای ما تاریخش نفهم. زمین از خطای میرد، بودیست میشد همه جا.